بسیاری کسا به این عقیده هستن، بعضی کسا که من میشناسمشون میگه وهابی کافر است. صحیح است؟ اصطلاح می قسم در افغانستان حال فعلا می قسم است که کسی را گفت وهابی است یعنی او چی است؟ کافر است. خب همین شخص گفت وهابی کافر است. پرسانش میگه وهابی کی است؟ میگه وهابی کسی است که رفع الیدین میکنه. وهابی کسی است که دست خود سر سینه میمانه. وهابی کسی است که در نماز پای خود جدا میکنه. وهابی کسی است که انگشت خود شور میده. وهابی کسی است که آمین بلند میگه. یعنی 4-5 علامت میگن. من برای زمین دوستا گفتم همین گپ شما میگین، تو نگفت که ما میگیم، گفت که نیره مثلا فلانی نفر میگن. من گفتم خب مثلا یک کس سونج شیشته همین گپ میگه. ببینین گفتی که وهابی 4 علامت داره که رفع الیدین، آمین بالجهر، دست ماندن سر سینه و پایا را جدا کردن و همین انگشت در اتحیات شور دادن. این چی شد؟ وهابی شد. و وهابی هم چی شد؟ کافر شد. وقتی که قاعده ماندی بعضی قاعده چی شد؟ اینمی نفر که این جمله را گفت اینمی مرتد میشه با این جمله خود. علتش چی است؟ علتش چی است که هر کس رسول اکرم صلی الله علیه و آله دشنام بده این مرتد است. صحیح نیست؟ کی را دشنام بده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله هر کس دشنام بده این مرتد است. حالی نمی اعمالی که این او را دلیل برای وهابی میگیره و وهابی را هم کافر میگه، هر 5 چیزی از رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه کرام مهاجرین انصار ثابت است. رفع الیدین ثابت است. امام بخاری صحیح البخاری را نوشته کرده، ادب مفرد هم نوشته کرده. یکی از کتاباش به نام رفع الیدین است، کتاب مستقل. رفع الیدین نمیفهم 132 حدیث است یا 134 حدیث در مکتب شامله هست به نام رفع الیدین. بپالین تالیف امام بخاری هست. پس با بیشتر از 130 حدیث ثابت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله چی کرده؟ رفع الیدین کرده. و این چی میگه؟ کسی که رفع الیدین میکنه چی است؟ وهابی است. و وهابی چی است؟ کافر است. پس کی کافر گفت؟ و کسی رسول الله صلی الله علیه و آله دشنام به حکمش چی است؟ احادیث دیگه است که ثابت است که رسول الله صلی الله علیه و آله آمین بالجهر گفته و صحابه آمین بالجهر گفتن. و اینمی که انگشت وقتی که میگه التحیات لله و صلوات میگه سر بر شیطان اینقدر ثقیل است مثل که نمی انگشت دمی شکم قلب شیطان بزنی. التحیات لله و صلوات و طیبات از امی اول التحیات تا ختمش نمی قسم انگشت خود. و این در روایت احادیث آمده. حالا تو که عمل نمیکنی یا توفیق عمل الله بر تو نداده، توی قاعده را میگذاری، حالا تو کاش که دشنامت به احمد یا محمود باشه، تو خود زدی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله صحابه مهاجرین انصار کلشان وهابی کشیدی و کلشان حکم کفرشون کردی. بعد دشنام دادن پیغمبر کتاب از به نام شاتم الرسول را که بخونیم میگه که حتی برای کسی که پیغمبر دشنام میته، اگر یک کسی کافر میشه برای او 3 روز وقت داده میشه. باز بعض علما میگن که کسی که پیغمبر دشنام میته همین وقت هم برش داده نمیشه، مرتد است، با حد کشته میشه، حد ارتداد. و بسیاری کسا میگه بسیار ساده است برشون. از خاطر احتیاط کنید. ما بر شاگردای کسایی که پیش ما درس میخونه، برادرای که اینجا هستن در حلقات ما میشینه، براتون میگیم که از کلمه ایتون محاسبه میشین. نه حکم شرک کسی را بکنین، نه حکم ارتداد کسی را بکنین. چرا مثلا تو گفتی که فلانی نفر کافر است، در روز قیامت همون نفر تو رو استاد میکنه و میگه پروردگارا تو خود ذات عادل هستی. یا این ثابت کنن که من کافر هستم یا خودش در آتش جهنم در بده. باز چطور میکنی؟ چی دلیل داری؟ تو از قلبش با خبر هستی؟ قلبش پاره کردی که کافر است؟ از این خاطر احتیاط کنین. هیچ وقت این جمله رو تا که 100% ثابت هم میشه و اگر ثابت هم میشه برین بر 4 نفر علما بشاین همین جوانه برین بیت میگه پاره. باز وقتی که اونم علما گفتن که اول این نفر با این عمل خود مرتد شد، بعد از تو گفته میتونی. اما این فیصله حق نداره که آدم مثلا حتی حکم مرتد کردن از این باید قاضی در محکمه بعد از شنیدن دلایل از او که از او جر بحث کردن این حکم بکنه. اما این که هر کس بخواد که والا فلانی مرتد شد، فلانی کافر شد، فلانی چیز شد، این اشتباه. این کسایی که عقیده را میخوانن، درس عقیده را میخوانن، احساساتی برخورد نکنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
درس 45 عقیده را انشاءالله تعالی شروع میکنیم. درس 45 ما و شما که در باب عبادات است، در باب عقیده، وسیله و توسل است. وسیله و توسل یکی از موضوعات بسیار دقیق اعتقادی هست. اصل در قرآن داره، اصل در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داره و یک تعداد اختلافات بسیار خطرناکی که امروز در بین علما هست در این موضوع وسیله و توسل است که متاسفانه در بین مسلمان ها حتی سبب بسیار اختلاف هم شده و مشکلی است که در مسئله وسیله و توسل و معنی ازی و یکی چه قسم انسان توسل با چی باید بکنه. اکثرا مشکلی که ایجاد میشه ای است که ما و شما یک قاعده خوانده بودیم که وقتی یک موضوع مربوط به عبادت میشه، موضوعاتی که مربوط به عبادت میشه اینا توقیفی هستند و بر ما علمای اسلام در طول 14 قرن قاعده دادن. اگر ما به اساس اینمی قواعد، به اساس تحقیق و علم و زحمت کشی سر یک موضوع بحث بکنیم هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، لکن اگر تحقیق نشه هر کس نظر خود داخل بکنه، پس داخل کردن نظریات مختلف و هر کس بگه والا به نظر میگه پس و تحقیق نمیکنه، آیات قرآن درست نمیفهمه، احادیث درست نمیفهمه و یا مثلا بعضی از روایت ها را از بعضی کتاب ها به خاطر نظریات خود میکشه و سر از او حدیث که استناد میکنه نظریات علمای حدیث نمیگیره که عالمی را صحیح گفته، ضعیف گفته، موضوع گفته، درست است نیست. از این خاطر اینها مشکل پیدا میکنن. راه حل چی هست؟ راه حل اینمی است که انسان اول اخلاص داشته باشه، تعصب نداشته باشه، تکبر نداشته باشه و در جستجوی حق باشه. علما چه قسم قاعده دادن که اگر این قاعده را ما و شما در زندگی خود تطبیق بکنیم کل مشکل حل میشه در کل ساحات زندگی. مثلا علمای کرام میگن که الاصل فی العبادات الحرمه، اصل در عبادت ها حرمت است. چی معنی اصل در عبادت حرمت است؟ یعنی یک چیز را که تو میگی این عبادت است حرام است در تو که بگی عبادت است تا وقتی که ثابت شود که اینمی دلیل در قرآن و سنت داره. پس این قاعده هست، هر چیز را که نامش عبادت میگذاری و اصل در قرآن و سنت نداره بالای تو حرام است و اگر تو این کار میکنی مرتکب حرام شدی. پس اگر میگی این عبادت است باید سند داشته باشی از قرآن و سنت. قرآن تکمیل شده، الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن تکمیل است، دین تکمیل است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دین به شکل کامل برای امت خود تبلیغ کرد و صحابه کرام آنچه که برشان تبلیغ شده بود با بسیار امانت و صداقت انتقال دادن ایره به کسایی که بعد از اینا بودن و علمایی که بعد از اینا بودن. اینا با بسیار اخلاص عمر خود قربان دین کردن و یک ذره از دین هم ترک نکردن، کلش روایت گفته شده. و حتی دشمنای اسلام وقتی که خواستن که دشمنای مکار و دوستای بیعقل وقتی که بعضی از احادیث بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت دادن، اونا چی کردن؟ اونا اینمی روایات و احادیث از اونا را کلش غلبیل کردن و بر ما بیان کردن که اینی حدیث صحیح هست، اینی حدیث ضعیف است، اینی حدیث درست است، اینی حدیث غلط است، اینی قول به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اطلاق میشه، اینی قول به رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ گفته شده، اینی به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت ندین. به این خاطر کل چیز واضح هست.
از این خاطر علمای اسلام قاعده گذاشتن که اصل در عبادات حرمت است. وقتی که تو میگی که این عبادت است، حرام است، عمل کردن هم به او حرام است. تا وقتی که ثابت شود در قرآن و سنت که این عبادت است، بله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این عمل انجام دادن، صحابه کرام انجام دادن، تابعین اعظم انجام دادن، فقهای اسلام اجتهاد کردن و گفتن که عبادت است. و اصل در اشیاء گفته اباحت است. اصل در اشیاء اباحت است، مایک است. اصل در این مباح است. اگه کس میگه حرام است، باید دلیل برای حرمت پیدا بکنه. پس چی قاعده شد؟ وقتی که عبادت میگی باید دلیل داشته باشی بر از اینکه توی عبادت میگی. اگه دلیل نداشتی گپت غلط است. و اگر یک شیء اصل در اشیاء چیست؟ مباح است. اگر میگی شیء حرام است، باید برای حرمتش دلیل داشته باشی. فهمیدین قاعده را؟ اگر میگی عبادت است، باید برای عبادت بودنش چی داشته باشی؟ دلیل داشته باشی. اگر دلیل نداشتی عبادت نیست. اگر باز یک چیز را حرام میگی در اشیاء، این چیز حرام است، باید برای حرام بودن از او دلیل داشته باشی. در غیر از او اصل چی است؟ مباح است. من این کرتی را پوشیدم، حلال است یا حرام یک شی است، اصل در این مباح است. اگر کس مرمه یک استاد با اینمی شکلی که تو کرتی ساختی حرام است، بتی سند. وقتی که سند نداشت، اصل در اشیاء چی است؟ اباحت است. وقتی که ما بگیم این چیز عبادت است، پس باید سند داشته باشیم در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که ثابت بکنه که بله اینی آیت میگه عبادت است، اینی آیت میگه عبادت است. مثلا من میگم که نماز عبادت است. چی دلیل داری؟ قرآن میگه واقیم الصلاة. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه صلوا کما رأیتمونی اصلی. پس این من دلیل دارم نماز عبادت است، روزه عبادت است، نذر عبادت است، قربانی عبادت است. برای کلش آیت و احادیث است. اما اگر نداشتی باز عبادت گفتن از این خاطر کسایی که میگه والله من فکر میکنم که کار بد نیست. درست است به نظر تو کار بد نیست. وقتی که تو یک کار انجام میدی که عبادت است، کی کرده این کاره؟ باید برای من سند بده. والله کار خوب است. حالا تو خوب میفهمی یا رسول الله صلی الله علیه و آله خوب میفهمی؟ اگر خوب است، عبادت است، در دین است، چرا پیغمبر نکرده؟ اگر کرده در کدام کتاب است بفرمای. حالا دین خود دین اسلام کلش دین سند است، دین تحقیق است. دین اسلام تو نیست که هر کس از دل خود هر چیز بگوید. از طهارت تا خلافت کلش سند است، روایت است، قول است، کتابا هست، تحقیقات است. این چطور یک چیز را ما میخیدیم در قرن 14 میگیم عبادت است و او را پیغمبر ما نکردن، صحابه نکردن. والله به نظر من خوب چیز است. برادر نظر موضوع هیچ ارزش نداره. در عبادت شناسی نظر موضوع هیچ ارزش نداره. در عبادت شناسی قرآن ارزش داره، احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و آله ارزش داره. از این خاطر اینی مشکل است که بسیاری دوستای ما، عزیزای ما، من هیچ شک در اخلاصشان ندارم، من در اخلاص هیچ کس شک ندارم و نمیکنیم. ما در از قلب کس ما کس را محاسبه نمیکنیم. قلب هر کس به خالقش تعلق میگیره، اون محاسبه میکنه. اما در ظاهر وقتی که جر و بحث میکنن متاسفانه والله ما خو دیدم که اینی گپ شد. والله خو دیدیم، دین به خو ثابت میشه. من خو دیدم، والله ما فکر میکنم، والله ما نظر ما اوتر است. این حال برادر عزیز، از این خاطر وقتی که در دین میگیم ای گپا رو وسو کنیم. در دین وقتی که میگه عبادت است، بگو در قرآن این تو میگه، در حدیث این تو میگه و سند حدیث اینی هست و اینی دیدی علما گفتن که حدیث صحیح است. ریش سفیدا وقتی که کسان بشین میگه آقا صاحب روز به روز خرابی میه. نظر به چی خرابی میه؟ میگه اینه در قرآن گفته که یوم البتر، یوم عربی، بد انگلیسی و ترش هم فارسی. از کجا پیدا کردی آیت قرآن؟ سر خدا تهمت میکنی، سر خالق متعال. در قرآن آمده که یوم البتر. در کجای قرآن آمده یوم البتر؟ یکی دیگهش میگه نه پیغمبر گفته یوم البتر. در کجا گفته؟
دیگهش میگه خلق الانسان من تفاوت. اوه ماشاءالله در قرآن آمده. بسیاری وقتا آدم حیران میمونه. خب بسیاری وقتا آدم در یک مجلس نمیخواد کسی رو بحث بکنم. من خودم عادت ندارم که در یک مجلس کسی رو مثلا چیز بکنم، لکن انسان باید از خدا بترسه. سر پیغمبر تومت کردن، سر خالق متعال تومت کرده، سر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تهمت کرده و رسول اکرم صلی من کذب علی متعمدا. متعمد چی است که تو حدیث سندش پیدا نمیکنی میگی پیغمبری گپ گفته. تو چی صلاحیت داری که باید بگویی؟ سند حدیث نمیفهمی؟ والله رسول الله صلی الله علیه و تو گفته. اینمی کذب علی متعمدا شد. رسول اکرم کسی که قصدن بالای ما دروغ میگه، فلیتبوأ مقعده من النار، آماده بسازه جایگاه خود آتش دوزخ. اما ما بسیاری وقتا میبینیم یک نفر 100 مرتبه یک قول بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت میده و سندی نداره که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن و زحمت هم نکشیده که حداقل پرسان شوینده کدام کتاب است. والا یک کتاب آمده این پشت پل خشتی هم از کوچه رفتم خریدم، در اونمو کتاب اینمی روایت بود، کتابه که کونه بود و مؤلف شام نوشته نبود و فلانی شام نوشته نبود. خونه صاحب در کتاب است. سبحان الله. در افغانستان آسیبی دقیقی گپ در کتاب است. ال کتاب خو یهود هم نوشته میکنن، نصارا هم نوشته میکنن، دشمنای اسلام هم نوشته میکنن. والله صاحب چیزی که در کتاب است در کتاب است. نه خیر صاحب چیزی که در کتاب است باید تحقیق صورت بگیره که اینی هست یا نیست. از این خاطر دوستای عزیز در موضوع وسیله و توسل این مشکلاتی که ایجاد شده، ما از این خاطر چون ما عقیده را در قرآن و سنت میخوانیم، ما زیادتر از مذاهب فلسفی و از منطق و از منطق ارسطو و از ارسطاطالیس و از این گپا ما عقیده را یاد نمیگیریم. کسایی که گپا را میگن دلشان، ما عقیده خود از قرآن عظیم شان و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگیریم. بنان آنچه که درباره وسیله و توسل سند داریم و صحابه کرام رو روایت کردن و علمای اسلام بزرگوارای اسلام او را تشریح و توضیح کردن، اون امور در روشنایی از اونمو ما عقیده خود جور میکنیم و اینمی راه نجات است که تمسک به قرآن و سنت صحیحه رسول الله. تاکیدش اینمی است که سنت صحیح است، چون احادیث ساختگی بسیار زیاد است در این مسائل که ما بسیار دیده میشن که مثلا کتابای چاپ شده وقتی که احادیثی کشیدیم که اکثرش چی هستن؟ اکثرش احادیث ساختگی و دروغی است که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت میتن. ما چی را جرأت کردن نمیتونیم. والله ما بفهم که این حدیث ضعیف است، من در کتاب خود داخلش نمیکنم. همین ضعیف بود من میکشمش از کتابش. این موضوع و ساختگی و بی سند و گپا را ما نمیتونیم به خاطر از اینکه کذب و دروغ گفتن بالای رسول الله بسیار خطرناک است. خب میماله به میثاق این مقدمه بود که ما و شما در این مسائل یک نقطه دیگر هم باید بفهمیم که وقتی میگیم وسیله و توسل عبادت است، ما و شما قاعده خواندیم که عبادت توقیفی است. قاعده عبادت چی است؟ توقیفی است. چی معنی توقیفی؟ که آنچه که در قرآن و در سنت است مو توقف میکنیم، نه زیاد میکنیم نه کم میکنیم. وقتی که در حدیث گفته که نامهای الله 99 نام است بر ما که خبر داده شده، ما در 99 توقف میکنیم، نه ایره 100 میسازیم و نه 98 میسازیم. یعنی بیره توقیفی میگن. پس عبادت ها اینمی قسم است که این عبادت توقیفی است. پس وسیله و توسل و تقرب یا چیزی هستند که در قرآن و سنت آمدن و باید به شکل توقیفی فهمیده شوند. خب خود کلمه وسیله این هم معنای لغوی داره و هم معنای اصطلاحی داره. کلمه وسیله در معنای لغویش که وقتی میگه وسیله بگیریم و چی است؟ یکی از معناهاش تقرب و نزدیکی هست. لسان العرب یک دیکشنری بسیار بزرگ است. در عربی معجم میگن، معجم لسان العرب، ما شما ترجمهش میکنیم معجم به نام دیکشنری میگن. یک دیکشنری بسیار کلان و اعتباری است که اگر کس ماستری نوشته میکنه و دکترا نوشته میکنه، بعضی از دیکشنری ها اعتبار داره، بعضی دیکشنری ها اعتبار نداره در ساحات اکادمیک و علمی. و لسان العرب تالیف ابن منظور است. این یکی از دیکشنری های بسیار معتبری هست که در ماستری و دکترا اگر در کتاب تیر نوشته کنی ایره علما میپذیرن. این چی میگن؟ میگه وصل فلان الى الله وسیلة اذا عمل عملا تقرب به الیه.
خوب متوجه باشین. میگه وصل فلان الی الله وسیله، یک نفر به الله وسیله پیش کرد. همین جمله چی مانا که فلانی نفر به الله وسیله پیش کرد؟ مثلا در آیت قرآن میگه که وابتغوا الیه الوسیله، به الله وسیله بگیریم. خب لسان العرب این متخصص است، عالم است، دانشمند است، کتابش اعتباری هست، مانای کلمه را درست دقیق میفهمه. ما خو عجم هستیم، ما خو عرب نیستیم. و از عربای امروزه کسوم گپاشون اعتبار نداره. این عرب است که چندین قرن قبل عالم از دانشمند است. این چی قسم کلمه وسیله را بر ما معرفی میکنه؟ میگه وسیله اذا عمل عملا تقرب به الیه، وقتی که یک عمل را انجام داد. ببین یک عمل انجام داد. پس کلمه وسیله ارتباط به چی پیدا کرد؟ به عمل. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پس وقتی که تو میخوای خدا وسیله بگیری به الله، علامه ابن منظور میگه که اینمی وسیله گرفتن به الله چی است؟ که تو یک عمل را بکنی که توسط از عمل به خدا، به خالق خدا نزدیک بسازی. عمل بکنی. نه والا من قرار 4 زانو 6 میرم برای یک نفر، من نمازم نمیخوانم، والله شاید شمشیره باز مرا در جنت ببرن، من شاید شمشیره رو وسیله خود میسازم. این در زبان عربی نیست. این در زبان فارسی افغانستان و در اعتقادات خالقکای کمپیر و مردم های بی سوادی هست. اما آنچه که در قرآن عظیم الشان است و علمایی را تشریح میکنن، سرزمین با بحث میکنیم که هدف ما اینه است که ما یک اصطلاح را وقتی که میخوایم بفهمیم، و اصطلاح را باید از اهل زبانش بشناسیم، از متخصصینش. والله وسیله در زبان شما چی است؟ وسیله در زبان عربی اذا عمل عملا تقرب به الیه، وقتی که عمل را انجام میدی توسط از عملت میخوای که تو نزدیک شوی، اینو وسیله میگن. خب دو معنای وسیله به معنای رغبت و علاقمندی است. مثلا میگه فلان الواصل یعنی علاقمند است. کلمه وسیله به معنای در زبان عربی به معنای سرقت هم آمده. اخذ فلان ابلی توسلا ای سرقتا. اینجا کلمه توسل به معنای سرقت هم آمده. دیگه کلمه وسیله به معنای توسل به چیزی با علاقمندی، یک چیز را با بسیار علاقمندی میخوای که برای یک کس تقدیم بکنیم. و همچنان کلمه وسیله در زبان عربی به معنای مقام و منزلت و درجه هم آمده. این معناهایش است که در زبان عربی به حساب زبان استعمال میشه. این عرب ها یک کلمه را به یک چیز استعمال میکنن، پس آن وقتی که دین اسلام آمد امو کلمه را به یک مفهوم خاصه که او را با معنای شرعیش میگن. یعنی مثلا عرب ها وقتی که میگفت که در زبان عربی قبل از اسلام میگفت که فلان صلا، فلان شخص نماز خواند، صلا، که ما شما او کلمه صلات بر نماز ترجمه میکنیم. عرب ها قبل از اسلام وقتی که کلمه صلا را استعمال میکردن، صلا با معنای دعا بود. مثلا این نفر دست خدا بالا میکرد میگه یصلی، دعا میکنه. اما پس آن وقتی که قرآن نازل شد و احادیث رسول آمد، باز نماز گفتن که نه خیر، او عبارت از یک عمل است که با تکبیر شروع میشه، با سلام ختم میشه و دارای احکام و ارکان و بعضی چیزا است. باز رو تعریف نماز کردن که هر دعایی که دست بالا کنی باز رو در زبان عربی به حساب تعریف شرعی از او باز رو صلاح نمیگن. کلمه وسیله همین قسم است که به حساب زبان در مختلف استعمال میشه. اما باز وقتی که در شریعت میبینیم که وسیله در اصطلاح چی است؟ یک تن از علمای اسلام چی میگن؟ میگه الوسیله فی شرع الله تعالی، میگه وسیله در شریعت الله، یکی در زبان عرب هاست کلمه استعمال میکنن. لکن میگه وقتی که ما میخوایم سر کلمه وسیله در شریعت بحث بکنیم چی معنا میده؟ میگه الوسیله فی شرع الله تعالی هی القربة الی الله عز وجل، ای نزدیک ساختن خود به الله هست، و ما یتقرب به الی الله سبحانه و تعالی، و آن چیز که توسط از ما به الله خدا نزدیک میسازیم، این رو وسیله میگن. پس نزدیکی به الله
چیزی که انسان به الله نزدیک میسازه. اینه میگه وسیله میگن. پس باز قرآن عظیم شان برای ما میگه ما چه قسم به الله خدا قریب بسازیم؟ میگه واسجد واقترب. پس تو سجده بکن به الله قریب میشی. این حالی یک کلمه قرآن دیگه کلمه قرآن، یک آیت قرآن دیگه آیت قرآن تفسیر میکنه. از این خاطر کسایی که برای فهم قرآن و فهم عقیده وقت نمیتن و میگن صاحب تنها کلمه خواندم و یاد دارم و بالاخره در این مسائل اعتقادی نظر خاص خود استعمال میکنه، بسیاری اوقات انسان از دایره دین مبرایه، عقیدهش خراب میشه. حفظ کردن عقیده کار آسان نیست که والا صاحب ولو که 10,000 رکعت نماز بخوانی عقیدت خراب باشه کلش بیفایده هست. و مشکل مردم افغانستان کل دنیا اول درسای عقیده نمیخوانن، اما در افغانستان چی کردن؟ سرچپه ساختن. اول از فقه شروع میکنن به عقیدهش نمیرسن. اول که عقیده رو شروع میکنن باز کتاب خوان میگه والا قرآن خوان است، باز اول قرآن خوانی میکنن، باز بعد از کتاب خوانی از کجا شروع میکنن؟ از حافظ شروع میکنن. این یک تفلک خورد از بر از دیگه شعرهای عشقی رو برش یاد میدن. اگر آن ترک شیرازی ما خورد بودیم حیران مانده بیم که چه قسم دین است ما چی بخوایم. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. باز استاد مفتیمی چی مانا میده؟ والا شما مانایش نمیفهمین، حفظ کنین. خیلی چی کنیم که حفظ کنیم استاد؟ نه حفظ کنین. حالا استاد ما یه قاشقی را چی کنیم که تو آودی برای ما حافظ شروع کردی چطور کردی؟ زدی عقیده ما را خراب کردی. باور بکنین جوان شدیم بسیاری مسائل اعتقادی حیران ماندیم که چی بگوییم. چرا؟ هیچ وقتی در افغانستان درس عقیده علاقمندی اول درس‌های عقیده وجود نداره، باز اگر هستم علاقمندی مردم بسیار کم است. مردم افغانستان چی خوش داره؟ برشان یک قصه بگویی. یا دیگه خوب دمی قصه گفتن نام خدا تو خوش است، اما تو خدا نزدیک میکنه که همین قصه رو بگن. از این خاطر قصه های 1001 شب و از قصه های ساختگی و دروغی و هر قدر دمی قصه و تراک هر قدر دروغ زیاد بردی بازو جالب شده میره. باز اگر از قصه های دروغی اگر یگان گریان دروغی هم کردی بازو که بیخی چرب میسازه. اما در درس عقیده که کمک سر آدم در قواعد اعتقادی فشار میه و مردم ما چی عادت داره تا وقتی که برای شده جالب بود. خوب اگر بسیار موضوع مهم هم باشه باز که کمک خسته شد لاش میکرده بازم تو میره خود میکشه. از این خاطر در افغانستان مشکل اعتقادی بسیار زیاد وجود داره متاسفانه. این حال وسیله که است چی است؟ اینجا گفت که در شریعت چی است؟ قریب ساختن خود به الله سبحانه تعالی و یا توسط چیزی که تو میخوای خود به الله قریب بسازی. والعصر و قرآن باز چی میگه بر ما؟ میگه تو انسان در زیان هستی، در نقصان هستی. خیلی نجات چی است؟ میگه والعصر ان الانسان لفی خسر. الله قسم یاد میکنه که انسان در زیان و نقصان است. باز استثناء قرار میده که کسانی که با این سه چیز توسل میکنن به الله خدا نزدیک میشدن. الی الذین آمنوا، انسان مؤمن شرط اولش باید مؤمن باشی، شرط دومش اعمال صالحه و عمل الصالحات و شرط سومش دعوتگر باشی، دیگران را بفهمانی. اگر نه که جامعه خود در درس یک 5 دقیقه مصروف موبایل است، 1-2 دقیقه مصروف چیز است، 1-5 دقیقه خوابت میبرن، یا یک روز آمدی صاحب یک چند دقیقه 6 یک درس گرفتی 45 درس است، در 45 درس یک درس آمدی و بازیگر از میگه استاد یک دستاربندی هم برام بکن که مدام 45 درس شاید یک وقت مثلا اگر 100 درس شوی درس عقیده باز یگان تا 2 درس یا 3 درس هم تو افتخاری آمده و باز میخوای برش یک دستاربندی افتخاری بکنیم. و تو مسئولانه نمیگه که متواتر بیای و بگه که من عقیده رو باید درست بفهمم. از این خاطر ما در درس متاسفانه چهره هایی که به نام شاگرد دوامدار باشه بسیار کم داریم. شاید یک 4-5 نفر تو چهرهایشون 6 نفر 7 نفرن، اما تو در هر وقت چیز میشه دیگه نو شده میره. مثلا کسی که درس امروز یاد داره درس هفته گذشته رو یاد نداره، اون کسی که درس هفته گذشته رو یاد داره درس های قبلیش یاد نداره. از این خاطر ایرمی قسم اعتقادات ما گد بعد از مثل نمی لیست آذری ما این مشکل است دیگه متاسفانه. اما در دیگه جایی که است که ما دیدیم وقتی که درس عقیده شروع میشه از یک ولایت به ولایت دیگه میرن و در درس عقیده اشتراک میکنن و یک درس هم از پیششان فوت نمیشه و اگر فوت شد
با صدها شکل از CD و از کست و تراش استفاده میکنن تا بالاخره که اونم معلومات اعتقادی خود درست بسازن. از این خاطر عقیدهشان بسیار با قناعت از وقتی کسان گپ میزنه هیچ مشکل نیست. خب پس این وسیله رو شناختیم. حالا میایم سر کلمه توسل که بسیاری کسا میگن ما توسل میجوییم و زیاد سوال میکنن و جر بحث میکنن و اینمی کسایی که سوال میکنن میخوایم بر من میگه استاد سلام علیکم. علیکم سلام. در تلفن میخوای بله صاحب همین توسل بر ما تشریح کنید. یعنی یک درس توسل که شاید ما عمل 3-4 جمله در بر بگیره و میخوای که در 2 دقیقه در موبایل برش چی کنی؟ تشریح کنی. اگه باش بگی برادر جان موضوع توسل 1 هفته 2 هفته 3 هفته 4 هفته درس ما میشه زیاد نقاط دقیق داره سر ازی باید بحث شود و حالا ما وقت ندارم مگه میره در 2 دقیقه بر من تشریح کنی. باز ما باش میگم خیلی تو کو یک 3 متر یک 5 متر لنگی هم بسته بکن یک دستار بندی هم برد بکنیم. چرا تو عالم عقیده شدی. بعضی کساس میینجا بعضی اوقات شاید متوجه باشین نگاره که میه استاد من یک سوال دارم میخوایم این سوال مرا جواب بدین چطور بدین و میخوای کمی 45 درس براش چی ده یک سوال ده 2 سوال براش خلاصه بکنیم. متاسفانه این قسمی ممکن نیست. خب حال توسل در اصطلاح چی میگن؟ میگن و توسل مصدر و توسل یتوسل ای اتخذ وسیله الی مقصوده. توسل چی میگه؟ یعنی این وسیله گرفت برای هدف خود. این توسل میگن که برای هدفی که تو داری یک چیز رو وسیله بگیری. خب فاصله طلب الوصول الى الغایه المقصوده. اصل توسل میگه چی است؟ هدفش چی است؟ طلب رسیدن به مو هدف است. پس حالا ما میخوایم که توسل بکنیم یعنی یک هدف داریم که میخوایم از یک وسیله امو هدف خود برآورده بسازیم. این توسل میگن. خب یکی از علمای دیگه چی میگه؟ یه هم از علمای عقیده است میگه فتوسل الاصطلاحی. میگه فکرتان باشه او توسلی که در اصطلاح عقیده هست در بین علمای عقیده ولی چی نمیگن؟ فتوسل الاصطلاحی الشرعی. توسل اصطلاحی که در شریعت استعمال میشه هو تقرب الی الله عز وجل. صحیح کنین توسل چیست؟ میگه تقرب است به الله عز وجل به فعل الطاعات و ترک المنکرات. با چی توسل؟ با فعل به فعل طاعات که یعنی چیزایی که اطاعت است او رو تو انجام بدی و ترک المنکرات و چیزایی که منکر است رو چی کنی؟ ترک کنی. این توسل میگه. اما وقتی که در افغانستان کلمه توسل استعمال میشه همین قسم است که کسی بگه که والا من اطاعت الله را میکنم و منکرات ترک میکنم. نیست. اینی از توسل اصطلاحی که علما بر ما معرفی میکنن. دیگه عالم چی میگه؟ دیگه عالم میگه التوسل الی رضوان الله والجنه. توسل تعریف میکنه میگه توسل یکی توسل به صوت است یکی توسل به سین است. عالی ما اصل اصطلاح توسل به سین است که ما سرش بحث میکنیم که با کلمه وسیله ارتباط داره. لکن میگن توسل چی است؟ میگه التوسل یعنی وصول به صوت است رسیدن الی رضوان الله والجنه بر رضایت الله و جنت. چه قسم؟ به فعل ما شرعه و ترک ما نهى عنه. پس توسل میگه چی است؟ که تو میخوای به الله خدا برسانی. چه قسم میگه به الله میرسی؟ ای عالم متخصص عقیده میگه چی میکنیم؟ به فعل ما شرعه به انجام دادن او چیزی که الله بر تو مشروع ساخته سر تو فرض واجب سنت مستحب ساخته با انجام دادن فرض واجب و سنت مستحب و ترک ما نهی عنه و ترک او چیزی که تو از اون نهی شدی. پس توسل چه قسمی عالم متخصص عقیده چی میکنه؟ که اگر تو میخوای که توسل بکنی میگه خود به الله میرسانی. چه قسم خود به الله نزدیک میسازی؟ که تو آنچی که مشروع است او را عمل بکنی و آنچی که نامشروع است او را چی کنی؟ ترک بکنی. اینی هست توسلی که علما سرش بحث کردن. اما شما که کسایی که بحث میکنید سر توسل کدام وقت گپ زده میشه در افغانستان و مجرد وقتی که توسل گپ زده میشه شخص برات پیش میکنه و پیش فلان شخص رفتم.
اما او نگفته به شخص. عالی علما میگن که توسل با چی هست؟ به عمل نمودن اوامر الله و ترک نواهی، چیزایی که منع کردن. این قسم تو میتونی خدا به الله نزدیک بسازی. والعصر، این از کجا گرفتن؟ از همین گرفتن که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب حالا میریم سر بحث دیگه که همین کلمه وسیله و توسل و تقرب یا در قرآن آمدن و در احادیث آمدن و در قرآن و در حدیث یا چه قسم استعمال شدن. در قرآن عظیم الشان در یک آیت میگه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اتقوا الله، بترسین از الله، وابتغوا الیه الوسیله، و بر الله وسیله بگیرین. و در ختم آیت چی میگه؟ و جاهدوا فی سبیله. بعد از کلمه استعمال چی استعمال کرد؟ بعد از کلمه وسیله و جاهدوا فی سبیله. پس نزدیک وقتی که استعمال شد، بزرگترین وسیله برای نزدیکی الله چی است؟ جهاد. که متاسفانه کسایی که از توسل وسیله گپ میزنن، بین ازیا و بین جهاد زمین و آسمان چی است؟ فاصله هست. هیچ بین ازیا صاحب، ما صاحب در سیاست غرض نداریم. مونږ صاحب سیاست के काम नहीं करते हैं, सियासत में कुछ बात नहीं करते. हम मुसलमान हैं, सियासत में, जहाद में, जंग में, क़िताल में, इसमें कुछ नहीं है. वसीला करते हैं. از این خاطر وسیله پیشی کی میکنن؟ بابا نانک के पास चलते हैं, वसीला करते हैं. از این خاطر مشکلش نمیجه. صحیح کو؟ وقتی که آدم قرآن میخونه باز چی میگه؟ اینه در قرآن گفته که وابتغوا الیه الوسیله. او یک کمک خیلی آیت تکمیل کو، والا یاد ندارم. چرا که چی میگن؟ افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. حالا اگه مطابق مزاج خود قرآن تفسیر میکنه، خب مجبور است باید چی کنه؟ همون قسمت قرآن که مطابق مزاجش است موضوع رو بدل خود تفسیر بکنه. این گپایی که مثلا مفسرین چی گفته وره مطرح نمیکنه. چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اینه میگه استاد وابتغوا الیه الوسیله گفته. خب بفرمایید تکمیل کنین. ایناله در آیت قرآن چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. پشت سرش چی میگه؟ وجاهدوا فی سبیله. پس یکی از وسایلی که قرآن خودش مستقیما معرفی میکنه چی است؟ جهاد عمل است یا نام شخص است؟ ها؟ عمل است نه؟ یا نام کدام نفر کاکا جهاد خان است؟ قتال است. وجاهدوا فی سبیله. از این خاطر میگه وقتی که کلمه جهاد فی سبیل الله گفته شد او قتال است. شمشیر است، راکت است، بی پس لگد است. صحیح نه؟ حالی اگه تو پیدا شد نه صاحب کت گپ بینیشان بند، مثلا کت بینی بند برو کاکا قرآن سر مردم رشخه ندن. یا هم غیرت داشته باش قرآن تفسیر که یا دان تا چپ بگی برو قرآن اونجا اسقاط تا بخو تجارت بگو. اما قرآن کسی وقتی که فی سبیلی گفته صحیح نه؟ اونمون مجاهد است که توتاش کلکش نیست، پایش نیست، دستش نیست، رویش آواز میکنی اینی هست مجاهد. اما یکان تا رسای میارن که این مجاهد وا میگه که هم سجده شهید ازم قواریش هم معلوم میشه. خواه شهید که همون جنازش هم سعی کنی خودش صحیح نه؟ وقت معلوم میشه ازم قواریش. شهید بوی نمیته. خواه شهید هایست که یک ماده مانده بوی خوش میده. پس اینجا از خود آیت قرآن صراحتا چی معلوم میشه که وابتغوا الیه الوسیله. و بعد از وسیله چی گفته؟ وجاهدوا فی سبیله. جهاد بکنید در کجا؟ در راه الله لعلکم تفلحون، شاید که شما رستگار شید. پس اینجا مستقیما آیت قرآن راهنمایی میکنه. خب در آیت دیگه چی میگن؟ اولئک الذین یدعون
او کسانی که دعا میکنن یبتغون الی ربهم الوسیله، اینا میگیرن به پروردگار خود وسیله میگن. ایهم اقرب، که کدام از اونا نزدیکتر است. و یرجون رحمته، و امیدوار به چی هستن؟ به رحمت الله هستن. و یخافون عذابه، و میترسن از چی؟ از عذاب الله. این دینجا نام شخص آمد؟ نام شخص آمد؟ اینا در افغانستان که از وسیله و توسل گپ میزنه فورا یک شخص پیش روت میمانه. کوکی شخص یرجون رحمته، رحمت کی را؟ الله را. و یخافون عذابه، از چی میترسن؟ پس کسی که امیدوار رحمت الله هست و از عذاب الله میترسه چی میکنه؟ فعل طاعات میکنه و ترک منکرات میکنه. فعل طاعات و ترک منکرات چه وقت میشه؟ وقتی که به رحمت الله امیدوار باشی و از عذاب الله چی باشی؟ بترسی. اما بسیاری کسا از رحمت الله و عذاب الله نمیترسن. در موترایی که طرفای شمالی میره، در تاکسیوانا و ترا بالاشون خوب خواندن مانده صاحب چیخ زده میره. در پیش زیارت که رسید از رحمت زیارت و از عذاب زیارت میترسن. بازی نمیره میگه این صاحب ما وسیله گرفتیم تایپ گل کردیم، چرا یک 5 دقیقه پیش گل نکردی؟ اگه بگی به خاطر الله گل کو که جنگ میکنه. اما از او میترسه. اما در قرآن میگه نه، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته ای رحمت الله، یا امیدوار رحمت الله هستند و یخافون عذابه و میترسن از عذاب الله. قرآن چی است؟ قرآن تو را وصل میکنه با الله. عقیده قرآن تو را وصل میکنه با الله، قلب تو را با الله قریب میسازه. درس عقیده قلبت باید به الله نزدیک بسازه. اما درسایی که از عقیده خارج است، مخالف عقیده قرآن است، باز او قلب انسان به کی نزدیک میسازه؟ به مخلوق. این است. اینال اینمی دو آیات شریفه مفسرین کرام چه قسم تفسیر کردن، ایره در هفته آینده بخیر یک تفسیرها را من اینجا یادداشت میگیرم که مثلا امام طبری چه قسم گفته، مجاهد، ابی وائل، حسن بصری، عبدالله ابن کثیر، سدی ابن زید، این کسایی که مفسرین بزرگ هستن از صحابه و تابعین و تبع تابعین و دیگه مفسرینی که کتابای تفسیر داره، ایره و یکی دمی دو آیت باز میکنیم و ببینیم که یا درباره وسیله یا وسیله چی رو تعریف میکنه. لکن ایره در هفته آینده. و سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب. کسایی که مسلمان هستن ارکان اسلام قبول دارن. خب ارکان اسلام 5 است. بنی الاسلام علی 5. و ارکان ایمان میخوام بفهم استاد که ارکان ایمان چند است یا ارکان اسلام و ایمان یکی است؟ یکی دیگه استاد کسایی که میگن ما مسلمان هستیم و باز با بسیاری از اوامر اسلام عمل نمیکنن، این دو طبقه هستن. یکی مثلا منکرین هستن و یکی هم تارکین هستن. آیا فرق بین تارکین و منکرین هست؟ چی هست؟ و در وقت خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یک عده مردم بودن که اونا منکرین زکات بودن یا نه تارکین زکات بودن. زکات هم به خلیفه وقت انکار کردن، گفت ما نمیتیم برای زکات. اینمی مردم ابوبکر صدیق رضی الله عنه در مقابلش اعلان جهاد کرد و اینا را به توی اعتدادشون داد که گویا اینا مرتد هستن. حالا اگر یک کسی پیدا بشه مثلا نماز ترک میکنه یا روزه رو ترک میکنه یا حج و زکات و دیگه ارکان اسلام رو ترک میکنه، این شخص در کدام لیست داخل میشه؟ به این براسته خب در قسمتی که یک کس انکار میکنه، در قسمت انکار خب در او هیچ شک نیست که انسان کافر میشه. و در قسمت اعمال که هست، در خود تعریف ایمان وقتی که میه در اینجا علما دو تعریف کردن و تعریفی که من او را ترجیح میتونم خودم به او قناعت دارم اویی است که ایمان
اقرار به زبان است و تصدیق به قلب است و عمل با اعضای بدن است. اینال از این خاطر در آیات قرآنی هم آمده که ایمان زیاد میشه و کم میشه. زیادت و کمی ایمان به سبب عمل است. پس بعضی علما میگن که اقرار به زبان و تصدیق به قلب است. یک نفر به زبان میگه لا اله الا الله، در قلب خودم میگه که خالق یکیست، لیکن قرآن شریف میگیره در کثافت دانی میپرده. بعضی علمایی که تفسیر میکنن بازوا چی میگن؟ میگه تصدیق به قلب اگه میداشت اجرات نمیگه که قرآن شریف بگیره در کثافت دانی پرده. لکن تعریفی که دیگه علما میکنن و ما قناعتم در مو حاصل شده و اونمو است که ایمان عمل اقرار به زبان است و تصدیق به قلب است و عمل با چی است؟ اعضای بدن است. با اساس این فهم این قسمی که صحابه کرام داشتن، در بعضی از اعمال مثل نماز در عصر صحابه اگر کس نماز ترک میکرد او را مسلمان نمیگفت. یعنی کسی که قصدن مثلا همیشه یک نماز دو نماز سه نماز از پیش کس قصد ترک شود، اما کسی که دائمی نماز نمیخوان، مثلا خانه کتش می بود، مثلا یک صحابی یک کس را میگه که من مسلمان هستم از صبح تا به شام، صبح پیشین نخوان، دیگر نخوان، شام نخوان، 5 وقت نماز نخوان، فردا که پرسانش میکنه این نفر چطور آدم است، میگه فی مسلمان نیست، تارک نماز. و به همین علت بود که منکرین زکات، کسایی که منکر بودن، هم با همراه اونا جهاد صورت گرفت و مرتد شدن، و کسایی که میگفت که ما زکات نمیتیم چون اطاعت از امیرالمومنین و از خلیفه مسلمان ها ای واجب بود و صف مسلمان ها را مشکستان، امرای از اونا هم من حیث باقی ها ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت که چی هسته. و حتی در آیت قرآن هم امی اول کس میگه که الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. پس وقتی که تارک نماز این قسم حکم میشد، منتها ما شما علمای اهل سنت زیادتر احتیاط میکنن و در مرتکب گناه کبیره را یا مثلا یک کسی که یکی از عبادت ها را ترک میکنه او را میگن که همین ترکش اگر جهود و یا به حساب انکار یا استهزا نباشن باز را زود حکم کفرشه نمیکنن. احتیاطاً از این خاطر در این باب آدم خصوصا در قسمت حکم کردن به کفر یک مسلمان خوبتری است که چون زیاد مردم دین نمیفهمن، اوامر نمیفهمن، نواهی رو نمیفهمن، در تکفیر و کافر گفتن یک انسان باید بسیار احتیاط بکنیم. یعنی از 99% اگر 1% هم امکانات ابقای ازی در دین باشه باید کوشش بکنیم که زود، متاسفانه بعضی جوان ها هستن که زود و عاجل با یک عمل عادی حکم کفر یک کس را میکنن و این غلط است، درست نیست. احتیاط زیاد بکنیم و اگر کسی را حکم کفرش صادر میشه باید او را عالمه که امرای از او جر و بحث کرده باشه و بر از او عالم ثابت شه و عالم باشه، متخصص باشه و فهمیده باشه. اما هر کس نمیتونه که چیزا بکنه. حتی مثلا ما مبتدع، یک نفر بدعتکار است، آیا ما میتونیم بگیم فلانی نفر مبتدع هست؟ میگن نه، تا وقتی علما میگن که بدعتکار گفتن نمیتونی تا که اقامه حجه نشه. اقامه حجه چی معنی؟ که برای اون نفر بفهمانی که اینی آیت است، اینی حدیث است، اینی روایت است، با اینی گپ تو اینی بدعت است. وقتی که خوب را قناعت دادی و او قناعت کرد و دلایل تو را هم شنید و دیگه دلیل هم نداشت باز هم اصرار کرد، باز را میتونی بگی که اینی بدعتکار است. اما قبل از او همین اصطلاح سرش استعمال کردن نمیتونی. از این خاطر خوبی است برای جوانای ما که در بحث دعوت هستن
استخدام کلمه مشرک برای یک مسلمان، استخدام کلمه کافر برای یک مسلمان که کلمه میخوانه. و چرا اینجا قاعده هست که میگه الیقین لا یزول بشک. تو کلمه خواندی، یقینا تو مسلمان هستی و من شک کردم که شاید تو یک کاری کردی که تو را از دایره ایمان بکشه. با شک من یقین از بین نمیره. از این خاطر تا وقتی که دلیل یقینی آدم نداشته باشه، آدم باید اینمی حکم احساساتی حکم نکنه. مثلا حال فعلا در افغانستان تو قانون است که کلمه وهابی زیاد استعمال میشه. خب بسیاری کسا به این عقیده هستن، بعضی کسا که من میشناسمشون میگه وهابی کافر است. صحیح است؟ اصطلاح می قسم در افغانستان حال فعلا می قسم است که کسی را گفت وهابی است یعنی او چی است؟ کافر است. خب همین شخص گفت وهابی کافر است. پرسانش میگه وهابی کی است؟ میگه وهابی کسی است که رفع الیدین میکنه. وهابی کسی است که دست خود سر سینه میمانه. وهابی کسی است که در نماز پای خود جدا میکنه. وهابی کسی است که انگشت خود شور میده. وهابی کسی است که آمین بلند میگه. یعنی 4-5 علامت میگن. من برای زمین دوستا گفتم همین گپ شما میگین، تو نگفت که ما میگیم، گفت که نیره مثلا فلانی نفر میگه. من گفتم خب مثلا یک کسی سونج 6 تا همین گپ میگه. ببینین گفتی که وهابی 4 علامت داره که رفع الیدین، آمین بالجهر، دست ماندن سر سینه و پایا را جدا کردن و همین انگشت در اتحیات شور دادن. این چی شد؟ وهابی شد. و وهابی هم چی شد؟ کافر شد. وقتی که قاعده ماندی، پس این قاعده چی شد؟ اینمی نفر که این جمله را گفت اینمی مرتد میشه با این جمله خود. علتش چی است؟ علتش چی است که هر کس رسول اکرم صلی الله علیه و آله دشنام بده این مرتد است. صحیح نیست؟ کی را دشنام بده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله هر کس دشنام بده این مرتد است. آلینمی اعمالی که این او را دلیل برای وهابی میگیره و وهابی را هم کافر میگه، هر 5 چیزی از رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه کرام مهاجرین انصار ثابت است. رفع الیدین ثابت است. امام بخاری صحیح البخاری را نوشته کرده، ادب مفرد هم نوشته کرده. یکی از کتاباش به نام رفع الیدین است، کتاب مستقل. رفع الیدین نمیفهمی 132 حدیث است یا 134 حدیث در مکتب شامله هست به نام رفع الیدین. بپالین تالیف امام بخاری هست. پس با بیشتر از 130 حدیث ثابت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله چی کرده؟ رفع الیدین کرده. و این چی میگه کسی که رفع الیدین میکنه چی است؟ وهابی است. و وهابی چی است؟ کافر است. پس کی کافر گفت؟ و کسی که رسول الله صلی الله علیه و آله دشنام به حکمش چی است؟ احادیث دیگه است که ثابت است که رسول الله صلی الله علیه و آله آمین بالجهر گفته و صحابه آمین بالجهر گفتن. و اینمی که انگشت وقتی که میگه التحیات لله و صلوات میگه سر بر شیطان اینقدر ثقیل است مثل که نمی انگشت دادم شکم قلب شیطان بزنی. التحیات لله و صلوات و طیبات از امی اول التحیات تا ختمش نمی قسم انگشت خود. و این در روایت احادیث آمده. حالا تو که عمل نمیکنی یا توفیق عمل الله بر تو نداده، توی قاعده را میگذاری. حالا تو کاش که دشنامت به احمد یا محمود باشه، تو خود زدی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله از صحابه مهاجرین انصار کلشان وهابی کشیدی و کلشان حکم کفرشان کردی. و دشنام دادن پیغمبر کتاب از به نام شاتم الرسول را که بخونیم میگه که حتی برای کسی که پیغمبر دشنام میته، اگر یک کسی کافر میشه برای او 3 روز وقت داده میشه. باز بعض علما میگن که کسی که پیغمبر دشنام میته همین وقت هم برش داده نمیشه، مرتد است، با حد کشته میشه، حد ارتداد. و بسیاری کسا میگه بسیار ساده است برشون. از خاطر احتیاط کنین. ما بر شاگردای کسایی که پیش ما درس میخوانه، برادرایی که اینجا هستن در حلقات ما میشینه، براتون میگم که از کلمه‌تون محاسبه میشین. نه حکم شرک کسی را بکنین، نه حکم ارتداد کسی را بکنین. چرا مثلا تو گفتی که فلانی نفر کافر است، در روز قیامت همون نفر تو رو استاد میکنه و میگه پروردگارا تو خود ذات عادل هستی. یا این ثابت کنن که من کافر هستم یا خودش در آتش جهنم در بده. باز چطور میکنی؟ چی دلیل داری؟ تو از قلبش با خبر هستی؟ قلبش پاره کردی که کافر است؟
از این خاطر احتیاط کنین. هیچ وقت این جمله رو تا که 100% ثابت هم میشه و اگر ثابت هم میشه برین بر 4 نفر علما بشاین همین جوانا برین که بیت میگه پاره باز وقتی که اونم علما گفتن که اول این نفر با این عمل خود مرتد شد، بعد از تو گفته میتونی. اما این فیصله حق نداره که آدم مثلا حتی حکم مرتد کردن از این باید قاضی در محکمه بعد از شنیدن دلایل از او که از او جر بحث کردن این حکم بکنه. اما این که هر کس بخواد که والا فلانی مرتد شد، فلانی کافر شد، فلانی چیز شد، این اشتباهه. کسایی که عقیده را میخوانن، درس عقیده را میخوانن، احساساتی برخورد نکنین.